گاهی خدایت را صدا بزن بی آنکه چیزی بخواهی، بی آنکه برایش توصیه و سفارشی داشته باشی، بی آنکه از گرفتاری‌های حقیرانه و روزمره‌ات برایش بخواهی بگویی، بدون هیچ گله و شکایتی، بدون آنکه بگویی چرا، کاش، اگر، بی آنکه بخواهی تمام نداشتن‌هایت را به او نسبت بدهی و طلبکارش باشی، حتی بی آنکه بخواهی توبه کنی. فقط صدایش کن، باور کن او برای شنیدن خالصانه نامش که از اعماق قلبت زبانه می کشد لحظه شماری می کند. سخنان